با درود، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران با اشاره به بیانیه شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر انجام هر گونه مذاکرات بین دولت آمریکا و رژیم اسلامی اعلام می‌دارد که این سازمان نیز نگران مذاکرات بی‌نتیجه 20 ساله بر سر برنامه هسته‌ای میباشد که نه تنها سودی نداشته بلکه زندگی میلیون‌ها ایرانی را تباه کرده و به رژیم فرصت سرکوب و ویرانگری داده است. هر مذاکره‌ای با این رژیم تبهکار به بقای آن کمک می‌کند و به ضرر مردم ایران و امنیت جهانی است. توافق با رژیم تروریستی چشم‌پوشی از جنایاتش و شریک شدن در جرم آنها و نیز بار سنگینی بر دوش دولت آمریکاست. ما از آمریکا و جهان می‌خواهیم به جای مذاکره با این رژیم تبهکار از مبارزات ملت ایران برای آزادی پشتیبانی کنند. هر توافقی با رژیم خیانت به انسانیت و صلح جهانی است. پاینده ایران.